سلام، به ویدیوی جدید ما خیلی خوش اومدید. امروز قراره براتون آموزش بدم که چگونه میتونید تترتون رو به صرافی توبیت وارد کنید. همونطور که میدونید بینگ ایکس دیگه احراز هویتش اجباری شده و ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، برای همین از توبیت استفاده میکنیم. قبل از اینکه بخوایم توی صرافی توبیت تترمون رو انتقال بدیم، باید یک صرافی ایرانی داشته باشیم که بتونیم ریالمون رو به دلار تبدیل کنیم. من از رمزینکس استفاده میکنم که احراز هویتش هم کار خاصی نداره. سریع میتونید احراز هویت انجام بدید. در قسمت معامله هم میتونید برید و دلارتون رو خریداری کنید. فقط باید قبل از اینکه بخواید معامله رو انجام بدید کیف پولتون رو از طریق واریز ریالی شارژ کنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، روی برداشت کلیک میکنید و روی گزینه برداشت ارز دیجیتال کلیک میکنید. خب در قسمت انتخاب ارز دیجیتال تتر رو انتخاب میکنیم، دلار. نوع شبکه رو TRC20 انتخاب میکنیم. آدرس کیف پول میخواد که در ادامه ویدیو براتون میگم از کجا پیداش کنید. مقدار برداشتی رو میتونید انتخاب کنید، حد اکثر موجودی. حداقل میزان برداشت ارز در این شبکه $1.20 هستش. یعنی شما حتما باید بالای $1.20 داشته باشید که بتونید برداشت در این صرافی انجام بدید. و اینکه کارمزد این صرافی $1 هستش. خب بریم وارد صرافی توبیت بشیم تا بقیه کار رو اینجا انجام بدیم. خب اینجا روی گزینه دپوزیت کلیک میکنیم و دو گزینه میاد بالا که ما با دپوزیت کار داریم. اینجا ارزایی که میتونید انتقال بدید رو براتون میگه. ما USDT رو انتخاب میکنیم و شبکه رو هم حتما TRX ترون TRC20 انتخاب کنید که توی صرافی ایرانی کار رو انجام دادیم. خب یه آدرس برامون میده، آدرس رو کپی میکنیم و خب اینجا توجه بکنید که حتما گفته مینیمم دپوزیت اماونت $5، یعنی که زیر $5 توی این صرافی وارد نکنید. خب اگر ما بخوایم $5 توی صرافی توبیت واریز بکنیم، اینجا باید $6 خریداری بکنیم که $1 کارمزد برداشتی خود صرافی هستش و $5 برای ما در اون آدرسی که دادیم واریز میکنه. خب آدرس رو اینجا پیست میکنیم، چسباندن رو میزنیم. حداقل هم $6 باید واریزی داشته باشید. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادید، درخواست برداشت رو کلیک میکنید. تایید برداشت. الان چون که من هیچ تتر روی حسابم نیستش، فکر نکنم از این جلوتر بره. بله گفته از این جلوتر نمیره. این کار رو که انجام دادید، بعد از چند دقیقه شاید هم تا چند ساعت بعدش واریز به صرافیتون انجام میشه. میتونید تریدتون رو انجام بدید. خب ویدیو رو همینجا به پایان میرسونیم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.